منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هستیم. ماه رمضانی که ماه قرآن است، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه مهمانی الله سبحانه و تعالی، ماهی که در این ماه بسیاری از انسانها با عبادت خود، با دعای خود، با ذکر خود، با روزه و نماز خود از آتش دوزخ، از غضب الله سبحانه و تعالی نجات یافتند. انسانهایی که در این ماه کوشیدن بیشترین استفاده را از این فرصت الهی بنمایند. این ماه با همه خوبی ها و با همه نعمت ها و با همه فضائل و خوبی هایی که در آن نهفته بود به پایان می رسد. در دهه اخیر این ماه قرار داریم. کسانی که در این 20 روزی که گذشت اگر روزه نگرفتند، اگر که عبادت نکردند، اگر که به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع ننمودند، هنوز هم سر وقت است. روزهای اندکی باقی است. بیایید در این روزها به سوی الله برگردید. بازا 100 بار اگر توبه شکستی بازا. برگردید به سوی الله سبحانه و تعالی، زیرا رستگاری، سعادت، خوشبختی، همه چیز در راه الله سبحانه و تعالی است. همه سعادت های دنیا و آخرت در پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. طوری که در روایات بیان شده است، اول ماه مبارک رمضان یعنی 10 روز اول آن رحمت و 10 روز وسط آن مغفرت و 10 روز آخر آن رهایی از آتش دوزخ است. در این 10 روز باقی مانده عبادت‌های خود را منسجمتر و بیشتر از پیش انجام دهیم تا باشد که الله سبحانه و تعالی گناهان ما را بیامرزد و ما را به بهشت جاودان خود در سایه رحمت خود جای دهد. ماه رمضان سراسر ماه رحمت و مغفرت است. رمضان ماه قرآن کریم است، ماهی که در آن الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را بر پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریفی که مسلم روایت کرده است آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام در دهه آخر ماه رمضان چنان اجتهاد و تلاش می نمودند که در غیر آن این گونه نبود. یعنی عبادات خود را، نمازهای خود را، ذکر خود را و تلاوت خود را در 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان بیشتر می کردند و بیشتر انجام می دادند. بنابراین 10 روز اواخر ماه مبارک رمضان روزهای صلابت و ازدیاد در عبادات است. پیامبر بزرگوار اسلام در این ایام شب را بیدار مانده و به نماز و دعا و استغفار می پرداختند.
چنانکه در حدیث ام المؤمنین صدیقه بنت صدیق عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انگامی که وارد 10 روز آخر ماه مبارک رمضان می شدند شب را بیدار می ماندند و خانواده خود را بیدار می کردند و از زنان دوری می گزیدند. همچنین ایشان صلی الله علیه و آله و سلم خانواده خیش را بیدار نموده و به خاطر همین روزهای مبارک 10 روز آخر رمضان و به خاطر به دست آوردن اجر و ثواب و پاداش بیشتر به نماز و ذکر الله سبحانه و تعالی و دعا تشویق می کردند. ایشان صلی الله علیه و آله و سلم در خانه علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهما را زده و خطاب به ایشان می فرمودند آیا بیدار نمی شوید تا نماز بگذارید؟ این ارث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به دختر عزیزشان سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها بهترین زنان اهل بهشت و سرور و سید زنان اهل بهشت که حرص داشتن که همیشه ایشان عبادتها را به تمام معنا و درست انجام بدن و همچنین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که داماد ایشان و پسر عمویشان و یکی از اصحاب و اهل بیت ایشان بودند. پس بر مسلمانان واجب است که به تأسی از سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و اهل بیت خاصاً خلفای راشدین با امید اجر و پاداشی که همه ما خواهان این اجر و پاداش هستیم، همه ما دوست داریم که گناهان ما بخشیده شود، همه ما دوست داریم که وارد بهشت شویم، پس سعی بکنیم که در روزهای آخر ماه مبارک رمضان همونطور که در روزهای اول آن، در روزهای وسط آن به عبادت الله سبحانه و تعالی مشغول بودیم، در این روزهای اخیر این عبادت را 2 برابر بکنیم، بیشتر بکنیم تا بیشترین استفاده را از این موسم، از این فرصتی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما آماده کرده است بنماییم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث متفق علیه می‌فرمایند که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شبهای ماه رمضان را از روی ایمان و اخلاص به نماز بگذارد گناهان گذشته‌اش همه آمرزنده می شود. نمازگزار باید تا آخر نماز و تا آخر دعا امرای امام در نماز جماعت خاصتا در نماز تراویح باشد تا بر اساس این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مستحق آمرزش و مغفرت الله سبحانه و تعالی قرار گیرد. همچنین در روزهای آخر ماه مبارک رمضان، یعنی در دهه آخر این ماه مبارک، شب گران قدری وجود دارد، شب عظیم، شب مبارکی که به نام لیلة القدر در نزد مسلمانان معروف است. این شبی است که در این شب قرآن کریم بنابر روایتی به یک بارگی بر پیامبر بزرگوار اسلام نازل شده است و در سوره قدر درباره این شب الله سبحانه و تعالی فرموده است که این شب بهتر از 1000 ماه است. در سوره قدر می‌فرماید الله سبحانه و تعالی که انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ شب قدر شبی است که از 1000 ماه بهتر است. فرشتگان و جبرئیل در آن شب با اجازه پروردگارشان پیاپی می آیند برای هر گونه کاری. آن شب شب سلامت و رحمت است تا طلوع فجر. در این شب ارزاق و اجلهای سالیانه نوشته می شود. اما شب قدر در کدام شب رمضان خواهد بود؟ طبق روایات فراوانی که وجود دارد شب قدر در 10 شب آخر رمضان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که شب قدر را در 10 شب آخر رمضان بجویید.
احتمال وجود شب قدر در شبهای فرد بیشتر از شبهای زوج است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند شب قدر را در شبهای فرد یعنی در 10 شب آخر رمضان بجویید. شب قدر به هفته آخر و شبهای فرد نزدیکتر می باشد. در حدیثی که امام مسلم روایت کرده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که آن شب یعنی شب قدر را در 10 شب آخر بجویید، اما اگر کسی از شما ضعف داشت و یا عاجز از قیام در آن شبها بود، هفته باقی مانده را بیدار مانده و عجز بر وی چیره نگردد. یعنی حتی اگر که بر اثر کهولت یا بر اثر ضعیفی انسان نتوانست که 10 روز یا 10 شب آخر ماه مبارک رمضان را قیام اللیل بکند یا که به عبادات مانند نماز و غیره بپردازد، حداقل سعی بکند هفته آخر آن را یعنی از 23 به بعد را سعی بکند که به عبادت بپردازد و قیام اللیل بکند، زیرا این فرصت است. چه میدانید شاید تا رمضان دیگر زنده نباشیم. عجل انسان هر وقت که بیاید نمیگوید که فلانی پیر است یا جوان هست یا مریض هست یا سالم و تندرست است. اگر که آن عجلی که از طرف الله سبحانه و تعالی بر ما مقرر شده باشد هیچ وقت کم و بیش یا تأخیر نمی شود. پس سعی بکنیم از این فرصتی که امروز ما در آن قرار داریم و برای ما مهیا هست استفاده کنیم. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که شب قدر شب 27 می باشد که این روایت را امام احمد و ابو داود روایت کرده است. امام نووی و ابن حجر و تعداد دیگری از علما برانند که شب قدر در همه سالها در شب مشخصی نیست، یعنی هر سال شبی مثلا در شب 21، شبی سالی در شب 23، در شب 25 27 همینطور، یعنی حرکت می کند در بین شبها و شب معینی برای آن وجود ندارد. علی کل حال بهترین طریق امین است که ما 10 شب آخر رمضان را عبادت بکنیم و فکر بکنیم که هر شب آن شب لیلة القدر است. به خاطر امین که بالفرض اگر شب 23 بود، 21 بود، 25 بود، 27 بود یا 29 بود، ما شب قدر را دریافته باشیم. پس باید سعی بکنیم که عبادت الله سبحانه و تعالی را در ماه رمضان و خاصتا در شبهای آخر ماه مبارک رمضان در دهه اخیر بیشتر انجام دهیم تا مشمول رحمت الهی قرار بگیریم. از جمله اموری که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان انجام میدادند عبادت بزرگ اعتکاف هست، به گونه‌ای که در مسجدی معتکف گشته و خود را مشغول به عبادت الله سبحانه و تعالی می‌کردند. همچنان که عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می‌فرمایند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در تمامی رمضان ها 10 روز به اعتکاف می‌نشستند، اما در سال وفاتشان 20 روز را به اعتکاف نشستند. الله متعال اعتکاف را مشروع نمود تا انسان در آن ایام خود را کاملا فارغ نموده و بیشتر به ذکر پروردگار سبحانه و تعالی مشغول باشد. درباره اعتکاف نکاتی را برای شما عزیزان بیان بکنیم که اعتکاف متاسفانه امروز در بین مسلمانان خیلی کمرنگ شده است. کسانی که در سرزمین حرمین در ماه رمضان خاصا در روزهای اخیر آن رفت آمد داشته باشند شاید بیشتر اعتکاف را مشاهده کرده باشند که در حرمین شریفین مسلمانان خاصتا اهل حرمین در آنجا 10 روز آخر ماه مبارک رمضان را در حرمین شریفین اعتکاف می نشینند و الا به خاطر ضرورت قصوا از اعتکاف خارج نمی شوند و در این مدت شب و روز در مسجدی که در آنجا اعتکاف نشسته است انسان باید باشد و الا برای ضرورتی که خیلی یعنی کسی نباشد حتی مثلا برای او غذا بیارد یا برای عوض کردن لباس خود مجبوراً خارج شود و الا بهتر همان است که در این مدت 10 روز از آنجا
خارج نگردد. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به برکت این ماه مبارک، به برکت این ماهی که در آن درهای رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی به سوی بندگانش باز هست، گناهان من و شما بینندگان عزیز و گرامی را ببخشاید و ما را مشمول رحمت خود در بارگاه خود بگرداند و بهشت جاویدان و رحمت بی پایان خود را نصیب ما و شما نماید. تا فرصت دیگر در پناه حفظ الله متعال باشید. ما را از دعای خود فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.